فروخی نعمت. امیدوارم همه کسا خوب هستید، صحتمند هستید. لیکن شب یک مادر زنگ زد در واتساپ، یک قصه نقل کرد. زمانی بیماریش بوده است. زمانی هدف ما در اینجا اعلان کردن طلبندگی نیست. زمانی بیماریش بوده است. همسرش قطعی به حساب اونه که تو بیماری گفته، همه اویلش رو سال 2016 همراه 3 فرزندش پرتافته می رود. مادر بیچاره گریه میکند، زوره میکند، التجا میکند، لیکن نه به گوش آن همین مرد، نه به گوش اهل و اویله آن همین مرد میدروید. الان این مادر در یکی از دروازه های بازار کاروان سودا میکند. یعنی بیماری گفته پرتافته رفتگی بودن. در آن حالت مادر یگان جا کار نمیکرد. میگو شکرانه خداوند، حالا از یگان چی کمی ندارم. فرزندانم میخونن، در لیسه هم میخونن، در گیمنازی هم میخونن. حالت پل کارکنی هم میگو نیز بد نیست، خوب است. کار کردم، گفت قرض گرفتم و کار کردم آهسته آهسته. یعنی مقصد از اینجا مراجعت کردن چی هست برای شما؟ همون نفری که ان همین مادر رو، نام مادر با حرف ش آغاز می‌یابد. 3 تا فرزند دارد. فرزند اولش پسر است. اگه خواهش کرد که به شأن و شرف اویلم یا محیطی که من نمیشناسن یگان حالت نافهمی یا داغ نوارید، همین خیلی فهمانید. منم نیست چنانه که گفت همون خیلی فهمانده ایستادم. خب این مرد مادر خواهش کرد که بیاید فرزندایش رو ببیند. مادر خواهش کرد که یگان سامانش لازم نیست، بگذار اویله دار باشد، چیزی باشد نباشد، لکه آمده همین فرزندهایش رو ببیند. مرا طلاق نکرده است. گفت اگر خواهد مرا طلاق بدهد، اگر نخواهد من آماده‌ام که من بعد باز همراهش زندگی کنم. من آماده‌ام که من بعد باز او را همچون پیشتره، همچون شوهری پیشتره قدر کنم، احترام کنم. نگاه کنید، با این قدر نامردی و با این قدر دلسردی ما، نفرهایی که زندگی رو دوست می‌دارند، نفرهایی که آینده خود رو دوست می‌دارند، ما رو می‌بخشند. یعنی در وقتی سخت‌ترین لحظه و سختی ها به خاطر بیمار بودن ما او را ترک می‌سازیم، لیکن این خدا ترک نمی‌سازد یگان کس رو. این خداوند خودش نگاه کنه که گرفته با هر یک چیز در جای خودش میگذارد. یعنی ببینید که وقتی که هر یک چیز رو در جای خودش میگذارد، این مادر از سال 2018 قرض میگیرد و در بیزنس میگذارد. باز میگو سبحان الله، یک جای خوبی دارم، تجارت خوبی دارم، مول میزنم. میگو دست خدای میرسد، گو برای روزگارم هم میرسد، ذخیره هم کردگی هستم. میگو و در سترویکه ها کی ها 200 و چند هزار مبلغی خانه اش رو سپریدگی است. حالا به اجاره مشغول است، اجاره میشند. الحمدلله. لیکن همین مادر از همین پرابلم ها آری شد، از همین پرابلم ها آزاد شد. برای چی؟ با اون خاطره که
دلش به اونجا روست بود. لیکن بعضا نفری ما که نامرد هستیم همین خیلی نامرد میمونیم. اکنون مراجعت این مادر برای چی بود؟ فهمون که یه روز من همین همسرم رو تصادف در بازاری سخاوت واخوردم. دیدم که همین همسرم یک حالتی بده، یک حالتی یعنی که معلوم است که زندگی به درجه جقیدگی است. شاید زندگی جقیدگی باشد، شاید رفتار نامردانش و جواب گفتن باشد در نزد خداوند. یک حالتی بده هست، گروزچیکی میکنه. البته را عیب نیست، یعنی کار همش کار است، لیکن میگو دیدم حالتش رو به نهایت وزنین بود. حالتش رو دیدم به نهایت. میگو میخواهم که همین بیاید و همین اقلا در همین تجارتی که دارم در برم روز استاد یاردمم کند، من 10 برابری انامجا مزد معاشش رو میکنم میدیم. میگو یعنی هدف از دومباره برگشتن ان همین شوهر یکمش دوست داشتن زندگی باشد، دومش خاطری فرزندان باشد، سیوم مسئله دیگر نیز وجود دارد. ان همین سیوم مسئله چی است؟ مسئله سیوم این خودتون تصور بکنید که مسئله سیوم در اینجا نیز وجود دارد، یعنی که حالت بدی شوهر، حالت بدی شوهر است. به این خاطر اکا از روی گپی مادر که شما تماشابین ما بدهید، یک جویا در همون وقت چیزی تماشا میکردید، تماشابین ما بدهید. اگر که همین غرورتون، کبرتون، زورتون نآورد، یا مثال داریم از قهر گدو دوامش رو درک میکنید. ان همین چیز شما را اجازت یاد مادر آماده است که دومباره همراه شما زندگی کند. مادر آماده است که دومباره شما را قبول کند، شما را حقتون رو دهد، شما همراهش کار کنید. از همین مسئله وزمینه که زندگی برای خودتون بار شده است بیرون شوید. حتی گفت اگر اویله دار شده باشد و صاحبی اویله هم باشد و فرزند هم داشته باشد، برای من باکی ندارد، برای من تماما اهمیتی ندارد. لیکن هر یک کس گفت در نزد خطای خودش جواب باید بگوید. این هم همه معنی را دارد که شما شاید در نزد خطای خودتون جواب بگوین. از این خاطر مادر شما را انتظار است. احسنت مادر عزیز، احسنت. کاش شماره چنین مادرها زیاد شود. یعنی کدام شاعری همیشه رو بهودا نگفته است؟ قصر زرین بیزن خوب کلبه ویرانه است، در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. زن ببخشد بهر مرد شیرینی های زندگی، هر کی این معنی نداند از خیرت بیگانه است. یعنی نفر مرد هایی که قدر چنین زن ها رو نمیدانند از خیرت بیگانه هستند. برادر عزیز، اگر صدای من رو شنیده باشی، اگر کمی ناموس داشته باشی، مادر تو رو انتظار است. در همان اجاره که میشیند، در همان اجاره که یک مرتبه 150 سومن آورده برای فرزندت داده بودی، در همان خانه هست. تو رو انتظار است. برادران عزیز، اگر شما نیز قصه جالب و دیدنی و گفتنی مادران عزیز، خواهران عزیز داشته باشید، حتما در واتساپ من نویسید. من حتما شود به شکل کوتاهی فیلم یا هیچی نشد همین خیلی گفته میگذارم این مسئله رو، تا که شاید درس برای روزگاری ما شود. فکر و عقیده خود رو نسبت آن همین مادر در کامنتاری خواهش میکنم که نویسید. خدا نگهبان.